بگم زن بله من دختر تو یک سورپرایزی بکنم انا خود تو صدا کو من بعدا میفهم چیکار کنم. چی سورپرایز چیست؟ هست دیگه پیش خود ما بمونه. خوبه. سمیه جان. بله مادر. بیا مادرمه بیا. بیا که آقا جان تو کار داره. سلام بابا جان. و علیکم دخترم اشتنی خوبی؟ شکر شما خوبه؟ بیا خوشحالی؟ شکر بخیر آمدین شما. زنده بچه گپ بزن. از خشاق هم خبر حوالی داری؟ بابا زنگ میزنم خوب شکرم. خب چی گپ شده؟ امروز ما اینطور یک سورپرایزی بکنم که دل همین خسرو خوشی تو بترقه. این کار وظیفی از اینا بیرد بفهمیدی؟ که مگر تو موبایلی می آوردم من هم توفی برای تو. به من آوردی؟ هم توفه. این وظیفی از اونا بوده که بعدی کار میکردم. خیره دیگه ولی به دخترک من نکردم. خیر ببینیم بابا جان دست شما درد نکنه. خیلی ممنون تشکر از توفه مقبول شما. آخه تو دختر تقلیدی منی. من مثل تو خانواده چشم خود تو دوست دارم. همه خانواده تو دوست دارم. تو جان و جیگر منی بابا. اول که تبریک باشه دخترمه. به سلامتی استفاده کنی از گوشی. سلامت باشه مادر. بعد از اون بس نوایی که یک زن ناز بده. بخی برو همون پیاله رو بشوره. بده به اینجا خورم نکن. میگم همین 4 روز دیگه هم دختر ما همین جه آزار اذیت نکن بگذار که استراحت کنی. که پای میزنی تا روزی که هست حداقل باشه کار یاد بگیره. من نمیگم به خاطر خودمه که من کار نکنم، به خاطر خودیو که کار یاد گیره خشای بیگانی هم. خوبی هم راست میگی. بابا سکو درس رو کنی. باشه. تا هم گپ بعد نمیزنی. هم کمی به کارا بفهمه دستی روشه. خوب گپی. سبا روز نگم دختر از اینا کار یاد نداره. یا الله سلام علیکم. خوش آمدین. بفرمایید. ایشتنی عروس جان خوبی؟ خوش آمدین. خوبه سلامتین. سلام خوب بخیر. خوب هستین. چیل دارین؟ خیلی خیلی خوش آمد. چه خوبه؟ خوبه جان شما خوبه؟ خانواده قایم خشالگی خوبه؟ ایشتن عروس جان خوبه؟ خود شما خوبه؟ یا خوشحالی؟ الحمدلله. شما خوبه؟ شکر الحمدلله. خوشحالی خانواده خوبه؟ سلامت باشین زنده باشین. دیار خوشحال باشین. زنده باشین سلامت. شکر الحمدلله. سلامت باشین. به دعای شما. جور باشین. سلامت. شکر خدا. اصلا خبری نمیگیریم از ما نمیریم نمیاییم. خودم خیشی میکنه که رفت آمده زیادتر شد. دیگه ای دیگه روزگار که چرا رخ صحت کنی خودی عروسک نبیه به خونه ما دکی خودی شما اختلاط میکنی چلی هم بکشین درد دلم میکنی خودی شما با خدا همین وقتا که گرفتاری های شده که هیچ کس به هیچ کس نمیرسه. این گرفتاری خلاصی نیه خواه بکشم. راست میگه. خب هر چی باشه ما شما خیش شدیم. بس با دختر شما به خونه ما میاییم. حداقل اگه واسه ما نمیم واسه دختر واجبت بیاییم. دیگه آدم میگه به خونه دشمن چری میره اگه دوستی بگیره داره. زنده باشین شما دوستمانی. زنده باشین. من داری ندارم دوستی. خیلی بود دیگه. شکر فضل خدا. خیلی دیگه. میگم من زودتر که دیگه کلاک میتونی که دیگه کار داری خود ما به بازارم برو. من واقعیت بیامدم که دیگه همین موضوع ای بچه و دختر فیصله شده دیگه زودتر که دیگه به خیر خوشی چند وقت اینا نمزد دارم. اولا خوب گپیه. جواب عروسی رو میدیم ولی شرایطایی داره. شرایطا خودم به شما میگم. بفرمایید یک ایدو. دختر ما از تغییریه نازم نرینجیه. باور کنیم من امروز میبری بیترین بیشی رو آوردم. خیلی راست میگم پیر سمیه جان. واقعیت دیگه خودشان خبر دارن که ما یک دختری داریم. 4 تا پسر و یک دختر. دیگه این هم هست نازدونه هم تغییری هم به ناز و نعمتی کلام شده. دیگه دختر شما مثل دختر خودمانه. همه که مقبول بگیزه ما از او نگهداری میکنیم. عروس هم مثل دختر آدمه. این گفایی که شما میگه خواه اینا میفهمم دیدم نیه دیگه دلم جمعه که دختر رو به دست شما دادم انگار دیگه دلم جمعه که به جا خوبیه. اما خب به خدا همین گپ عروسی شد و مسئله عروسی شد همین نه دل مکشیده شد. همه مادرها میتونن غمی نداره دیگه انشالله با عادت میکنه دیگه همین بریم بیای خبر گیریم دختر خواهوارگیر باشیم دیگه من مثل مادر اینا. حیث خوب
من گوش میکشم شرایط شما چیه؟ اگر راست بپرسیم شرایط هم اینه. خب که من چون سرسیار خیلی دارم، نون مردم خیلی خوردم، خود مردم خیلی تبالا شدم، از کرچیون گرفته تا هم تاجر، از هم صاحب منصب گرفته تا وزیر و وکیل خودم ورخیزبشین زیاد کردم، خودم ورخیزبشین کردم. من مایم امی عروسی دختر من یک تالاره که به شأن و شرکت باشه به منجی بگیریم. حداقل 2000 نفر من خبری دارم. دیگه موضوعات ترم بگم. من مایم دختر من بیترین یخچال داشته باشه، بیترین قلینه که برند بالا همو کشور باشه باید قلین داشته باشه، بیترین ست چینی داشته باشه، بیترین هایی که به همین تمام دنیا هست. حتی میتونیم از ترکیه و دبی هم سفارش بدین که بیارم. من همین برندهای خوبر مایم که به دختر من شما وستانیم. مایم که خونی و همین مقبول یک طبق خودی بشینه، یک طبق هم برای پذیرایی باشه. همین شرایط ها رو شما باید مهیا کنید. بعد از اون طلاق باز دیگه میفهمیم چی میگم، همون طلا عربی باشه، ستی و تاجی و کمربندی و همین چیزا ما لازمه که شما باید بکنید. نجیسای گپا شما همه به جا. مگه شما روز اول ما ندیدی؟ میبیمدم برای شما بگفتم که باغ بالایوسیا پین ما نداره، خدا و هست. بسیم همه قد کار کنه که عزت و آبروی رو بجاشه. شما دیگه یک خونه که یک طبق بشینه، یک طبق پذیرایی باشه که خوب نیه دیگه. ما خونه 2 طبقه داریم، یک طبق از دختر شما، یک طبق هم از ما. اما من باز یک دقیقه زن ما داشته باشیم از اولاد موارد ما کسی بیتر نیه. به خدا باشه خوش دارم کمی بسته ایرات شما خواهد کنیم. بابا من سر جان خود فدای پسر خود میکنم. خیر بینید دیگه همین شما شرایط رو ببینیم. همین فعلا بیکاری، بیکار و بیروزگار، همین بچه کار صحیح نداره، حامالی اما باور به خدا بکنیم چالقران مگر قرض فرض کنم. مقدار گفتم این بچم از اینکه وقت زبر به ایرانی بر باشه می عروسی بکنم همینجوری خدا واسه لقمه نونی پیدا کنه شاید بیاد بالا زن خو همینجوری باشه. میگم اگه شما ندارین خیر گپی نیه. من خیلی به سر شما فشار نمیارم. از سر دختر من مخزین گپ نیه. من کار شرایط این گپی عزیزم شما به قرآن نزدین دیگه. چند سال دختر شما نمزاد دا ما برفتیم بیامدیم ای شما دیگه چه دیگه گپی نداره ما مداری دیگه پا بزنه نه شما دیگه از من همین رقمه. همین شرایط ها رو میتونیم آماده کنیم. خب نمیتونیم خوش آمادیم. خوب عزیزم بریم ما نه چرتا خود بزنیم ایسه باور به خدا بکنیم دیشته باشم بگم از شما هر دور میگه میکنیم به حق اولاد خود میکنیم. نه دیگه اگر برای شرایط آمادیم خوب نیم خوش آمادیم. هر وقت بشتیم بیاییم عروسی کنیم. بله سمی که معنی نداره که شما اگه داریم بکن نداریم از سر رو دخترم بخزیم. ما مسائل لنگ و نمستریه ای که خود برم سود کنم بگیره بودم مجلس به چه خود میگیرم ولی تحت شرایط اینقدر به شما میگم. خوش باشیم. بریم به امان خدا. خوش خیلی بار خدا زحمت کشیدی خدا. حافظ شما. خوش آمدید. خوش آمدید. همون در هم برات خواسته کنی. میگم مرد خیلی تون نرفتیم. نگم دست از اینا به زیر سنگ مانه. همین حالت که هر رقم شرایط رو خواسته باشی و سر اینو تعیین کنی قبول میکنم. بعد از اون دیگه کس به قصه و نیه تم به چه قصه بخصا کمت فشار بیایه. من که میگم همین رقم باید فشار بودیم اینا. سلام بابا. و علیکم. چی گپ بودم بابا جان؟ هیچی بیامدیدم جواب عروسی تو رستونم. من همین جوابی دادم که دیگه دل جمع برم به خونگاه خوب بشینم یا همون شرایط رو آماده کنم. آخه بابا جان من صدا شما رو بشنیدم خیلی سر و سلبان و فشار آورده. تو بابا نمیفهمی تو هنو چقدر بچی همین وقت اینه که فشار به سر اینو بیاری هر چیزی که بگی قبول میکنم. ایک زمان که شما گریزیم پیار سمیه جان ایتم دیگه خوب نیه به خدا. تم چی گپا میزنی؟ من فکری که من دارم همین انشتین نداره بفهمیدی؟ من مایم که به همین وقتی که ما میتونیم از اینا چیزی بکنیم این صاحب طلا و علا و خونه و زندگی کنیم بخزنیم که بکنم دیگه کاره. تو میای دلسوزی میکنی هم میای دلسوزی میکنی. اینجا جای دلسوزی نیه. جایی که همین فشار بدین که تا جایی که توان داره از اینا چیزی بکنیم به دختر خو پیوند زنیم. آخه پیار سمیه جان من دیگه غمی ندارم.
میگم سبا روز همین دختر در میدارم میبونم. این دختر طاقت گپ نداره، به سریو هر دم بخزه بشینه به سر تنی سریو بشه. نمیشه. تو چی میگی؟ راست میگه مادر دیگه پیر جان. میگم تن خوردی نمیفهمی. اگه تو بفهمی که گپ به کجای من مگر شما چی بگم دست گلی کار کنیم. روزیه که اینا رو میتونیم فشار بدیم از اینا پول و طلا و خونه و سرمایه بکنیم. انا مثلا که میگم دو طبق سبا اولاد دار میشم یک طبق را ما بچه کنیم. من که میگم این کارو بکنیم شما که به گپ نمیفهمید، شما دلسوزی بیجا میکنید. دلسوزی نیه دیگه به این دیگه هر چی اون تحت فشار قرار دید نیه دیگه به این اندازه. سبا روز همین بچه که قرض داشته او وقت کار کنی. من کار ندارم، مرغ من عقلینگ داره. اما که میگم همین تا مگره بشه.